صبح برخاسته و ساعتهای بسیاری را میبینیم. یکی از آنها تو ترتیب با دیگران نیست و آن را نیز اصلاح میکنه. همه کارهاش تو ترتیب و با پلان پیش میره و میبینیم که چقدر در بند زمانه و تا وقتی که ساعت کامل نشده از خانه نمیره. ساعت همراهش خرابه که باعث میشه توجهش رو جلب کنه. دوباره با ترس برمیخیزه اما خودشو میبینه. با ترس خود رو تعقیب میکنه. همین که میخواد مانع خود بشه نمیتونه و متوجه میشه که خودش این یکی رو دیده نمیتونه. باز حادثه رخ میده و باز بیدار میشه. این بار دوتا از خود رو میبینه. کوشش میکنه تا مانع خود بشه اما باز هم نمیتونه و میبینیم که داره بیرون میره. برای اینکه مانع حادثه بشه با یک وسیله‌ای به دست میزنه اما باز هم دوباره بیدار شده و تلاش داره تا مانع حادثه بشه اما دوباره بیدار شده و این بار با اینکه به ساعت میزنه همه چی ایستاد میشه و متوجه میشه که چقدر در بند زمان بوده و با بیرون شدن میبینه که زیبایی‌های دنیا رو اصلا متوجه نبوده و همین که ساعتشو بسته میکنه دوباره تو خود اصلیش بیدار میشه.